Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Gitme ne olur, seni çok özlüyorum. Dön gel çabucak, yollarını gözlüyorum. Anneciğim, benim melek yüzüm. Anneciğim. آخر تو با من دیگر راه نموندی. مجبورم که تو رو تا ابد خاموش گردونم. دیگر بیدار نشو، فهمیدی؟ دکتر زود باشید، زود بیایید. کلی بیمار بد است، زود بیایید. خوابی خوش کمال در قیامت وا میخوره. از اینجا اتوبوس به استانبول کی برمیگردد؟ هر ساعت یک اتوبوس میگذرد. تشکر. چرا پینون شده استودایی؟ ببینتم چی میشه. به این هم به اپد گفته نمیتونم. خودش هم با دختری است. خوب بشد که شوخی نمیکردی. این قدر فکر نکن. به اپد بگو از او جدا شد. معلوم است که نفری خوب نیست.
انا همون انسانه که بد میگویی کمیسر است. چی؟ دوست داشته ای ابد پلیس است؟ بله، مگر در این عیب است؟ مراد، با کجا؟ دستشویی. اینقدر جدی مباش. اپا؟ از اکای امیر جدا شدید مگر؟ نه، چی خیلی جدا شدم. از کجا برآوردی این را؟ یک رفیقم زنگ زد. اکای امیر رو دیده است. در کدیکوی در مرکزی دلخوشی با دختری بوده است. نیشه، تو چیا گفته ایستاده؟ تو مرا از امیر جدا کردن میخواهی؟ و یا پدرم این کارو کرده ایستاده است؟ با من دیگر در این موضوع حرف نزن. وای، فکرم رو دیگر کردم. با کدوکوی میرویم، از همینجا بر میگردیم. پلیس از کجا پیدا شد؟ اگر با اینها دستگیر کنند به حبس میکشند. کجا شدی دختر؟ یک یا حرف زدی؟ زنگ زنی بر آمدم. چی راست ایستاده شین آخی؟ اینجا دیلگیر شدم. بیا برای و دیگر جمله. مایلش چه خلکی خواهی؟ رفتی. شام بخیر. شام بخیر. از استانبول آمدم. یک نفر رو میکوبم. خوش آمدی. کی را میخواستی ببینی؟ خونه شیرین چیتیکای رو میجویم. شیرین دختر حسین باشد. با قشلاق برگشتن. پدرش در مسجد بود. عذر میبراید. انا وای. انا وای. بر اومد. رفتیم. آقای حسین، این خانم میخواهد دختری شما رو ببیند. از استانبول مهمانتان آمده است. شام بخیر. خوش آمدی دخترم. راه همان یکیست کن. خوش باشید. اگر اجازت دهید من برای دیدن شیرین آمدم. برای چه اجازت میپرسی دخترم؟ تو از آنجا خیسته مهمانی آمده ای. خانه فقیرانه ما در همون جاست. بیا دخترم. در مرکز گفتن که تشبس بر جنایت. دیگر بر گوشوایم باوری ندارم. درست شنیدم. شرف در حقیقت او رو زهرآلود کرده است. من ندیدم، نمیدونم. لیکن دکتر گفت که از خونش زهر یافته است. شرف بیرحم نمود. این چی بلا بود؟ چی بلا؟ همش از روی تو شد. از اون روزی که به این خونه در آمدی بلا از سرمان دور نمی شود. از اون که تحقیر میکنی دعا بکن. با شرافتی من دامادت از قاتل شدن نجات یافت. گوش کن مرا. جانان خانم خاموش شو. گوش کنیم که در گلخانه چی شده است. اصلی واقعه را فهمیم. چون دیوانه بود. اگر من نمی بودم کی میدوند بر وقت او را کشته بود.
дар асл рафта ба фарида ҳамла кунед. ба ҳамаи ин ӯ сабаб шудааст. басарат бо ҳаҷми фарида санг биафтад. номи духтарамро ба таҳом магир, вагарна мӯи саратро меканам. кори навам ҳам нест. чӣ гуфтанамро нақс медонӣ? ҷонон хонум, чизе ки мехоҳед бигӯед. дар рӯям туф кунед ҳам ба шукр кардан одат кардам. маро доимо дар оилаатон сарзаниш мекунед. дар асл бояд шумо ҳамсари шарафро сарзаниш кунед. ҳамаи инро ба хотири рашк кардани шараф амал кардам. бас аст. аз хона рафт, дуздидан гуфт, корҳои бешармӣ кард. ҳофизаамро гум кардам гуфта ва ба ёд надорам гуфт. расмҳое ки гирифта буд шараф дид ва медонист ки шараф девона мешавад. ки медонад, шояд расмҳоро ба таги дар худаш мондааст. пинар хонум, ба шумо бас аст гуфтам. гӯш кун маро. ба номуси духтари ман забон дароз накун, кам монд. забонамро фурӯ хоҳӣ бурд. фарида ба суроғи ширин рафт, ӯро ба ин ҷо меорад ва ҳама ҳақиқатро ба мо нақл мекунад. мебинем ки он вақт чӣ мешавад. ширин ки аст? ширин ки будааст? ту худат хуб медонӣ ки ширин ки аст. آمدیم اینجا خانه ما. خوش آمدید پدر. خدا قبول کند. آمین دخترم آمین. فریده بیا اکنون رویم. این شب یگان چیزی شوفانو که ندیدم. دقت مردم رو جلب نمیکنیم. فردا باز میآییم. تمام. مرحمت. چی شد؟ پایم لد خورد. میرویم. درد میکند. بایستا. امیر نخور. аҷуза. илоҷашро бояд ёбам. бояд ӯро хомӯш гардонам. хомӯш. аз камол халос шудам. боз ширин дарди сарам шуд. агар фаридаро розӣ кунонад, аз дасташ гирифта биёрад, ана он вақт маҳв мешавам.
نباهت به تو چی شد؟ مثل شم سرت رو خم کردی؟ بردار تا جمالت رو ببینم. تو گریه میکنی؟ شرف در حبس. فریده هم بر اومده رفت. کودک ها سرسانند. در خانه نه تنظیم موند و نه وقتی خوش. من گریه نکنم که گریه کند. والله از چشمانم مشک و از قلبم خون روان است آقای خیریدی. چند سال است که همسر من هستی. بسیار گریه کردن تو رو ندیدم. راستی خرسند شدم. چی؟ گریه کن شرم مدار. دعایی که زودتر اجابت می شود عشق است. او همه دعا را می شنود. صبر نقطه بلندترین بنده است. نقطه باز هم بلندترین رضا است. در نزد خدا از رضا دیده مرتبه بلندترین نیست. آقای خیردین این بچه ها چگونه با خود می آیند؟ چکلی که علف آفتاب و آب را انتظار می شود و روز خاک را شق نموده می براید، ما هم با اشک چشم خود بر روحمان فرح بخشیده با صبر روزهای خوب را انتظار می شویم. انشالله آقای خیردین انشالله. کنی بگو برای چی اینجا آمدی؟ شیرین چی ها میگویی؟ مگر مهمان خدا را میپرسند که برای چی آمدی؟ مجبور شدم که اویم. به کمکی تو نیاز دارم. من برای به ولایت رسیدن جانم رو به خطر گذاشتم. از دستم آمده رو کردم. دیگر کار کردن نمیتوانم. کمال و پینار در حق من تهمت زده ایستادن. مرا دغدار کردنی هستم. من تنها مقابلیت نشان دادن نمیتوانم. اگر تو به شوهرم حادثه ها رو نقل کنی اویلم نجات مییابد. نه دیگر نمیتوانم. به این هم برای از همه این کار گریختن به خانه پدرم اومدم. برای دخترم رو از همه این کارها دور کردن اومدم. تو هم خسته به اینجا اومدی. شیرین گوش کن. تو هم مثل من زن هستی، مادر هستی، همین خیل نه؟ اگر اون چیزی که به سر من اومد به سر تو می اومده، خودت رو به جای من گذار. خواهش میکنم به من کمک کن. دخترم دیر شد. جای خواب مهمان را آماده بکن. از راه دور آمده است، خسته شده است. پگاه صحبت میکنیم. دخترم تو همسرت را به بالش بمان و صدای قلبت را گوش بکن.
میدی؟ پنجاه دیگر. باز 50 دیگر. حرکت نکن، اگر میچوبی دردت زیاد میشود. چی گپ است؟ در زمین ایزی پای دیدم. خواستم ببینم به خانه کی در آمده است. بیهوده سخن نگوی. به غیر من در اینجا کسی نیست، نمیبینی؟ برای همین مرا از خوابم بدور کردی. خوب مایلش، خوب رو. من فرید هستم. یک چیز در کار بود؟ نه هیچ گپ نه. در کجاست؟ یافتن توانسته ایستادم مگر تو گرفتی؟ چی؟ مگر تو گرفتی؟ پول خانه مقبوله رو میجویم. با اون پول چشم چندین نفر کشاده میشد. حالا اون پول در کجاست؟ چیکار کردی؟ اون پول رو بگو در کجاست؟ اون پول رو کجا کردی؟ بگو پول در کجاست؟ بگو در کجاست اون پول؟ بگو پول در کجاست؟ بگو در کجاست میگویم اون پول؟ کنی کجاست میگویم؟ کنی کجاست؟
دارم به یاد دارم من وعده دادم وفا نکردم به امانت خیانت کردم برای همه به سرم مصیبت آمد خدایا از کی بود آن پول ها از کی بود من چی کار کردم آن پول ها را من چی کار کردم خدایا من چی کار کردم خدایا مرا ببخش خدا التجا میکنم برای به یاد آوردن به محکوم زود باش کسی نو دیده از اینجا برو کارهای خطرناک کرده ایستاده سرمون رو در بلا میمونی. اینجا برای کشتنی تو آمدم. چرا کارم را نیم تمام کرده روم؟ چرا تو را نکشم؟ یک سبب بگو به من. میدونی که فریده در کجاست؟ در نزد همسرت است فهمیدی؟ در نزد همسری من چیکار میکند؟ برای سخن کردن راضی میکنند. اینجا آورده به شرف حقیقت را میگوید. برای مرا از پیش دور کردن دروغ میگویی. از کجا دانم که راست میگویی؟ چرا باور کنم؟ میدونم تو حالا مرا باور نمیکنی، اما شیرین هم با باوری نیست. لیک تو فراموش نکن که قبلا تو را از پشتت زده بود. من رفته شیرین را خاموش میکنم، اما تو به من پول میدی، پول زیاد میدی. این خونه که از گردن جاری شد، اگر خشک نشده پول نیابی تو میمیری. دانستمان فراموش نکن، اگر خشک نشده پول یابی وگرنه میمیری. پدر، اولین کارم نزد یکم رفتن است. خواطر نشوید. اصل واقعه را میفهمم. بعد آمده یک جای برای حل مسئله مشورت میکنیم. تشکر پسرم، خدا از تو راضی باشد. دیشب که با پای افضل‌های لایولودش به خانه در آمد، امیر مگر پای افضلت را نبرآورده به خانه در آمدی؟ سحر همین سخنها را مگو. تازه بکن تازه می شود. این خیل نمی شود آقای خیردین. نه مادر، دیشب من همون ایزها رو دیدم، من هم نفهمیدم. شاید اکای اشر آمده باشد. نه مطمئنم که همون عجوزه در آمده است. احمق رو ببین، شرم نکرده باز پولی کلان میپرسد. از کجا میابم اینقدر پول رو؟ مثل که من در جای نشستم پول میبرورم. مادر فکر نمی کنم که پینار باشد، زیرا ایزی پای او کلان نیست، به ایزی پای های مرد مانند است. صبح خیر، نامی مرا میگرفتید؟ بله، درباره تو گپ زده ایستاده بودیم. به گردن چی شده است؟ نمیدونم، چیزی گزیده است. خوریدم، ناخونهایم که دراز بود زخم شد. در اینجا قدم مانده لای رو تا به خانت مبر. رحمت مادر. دیشب نفری با پایافزای لایولودش به خانه در اومده، تو با بالا بر اومده است. میدونیم، با دستگیری تو دیشب فهمیدیم. والله من نکردم، کسی رو هم ندیدم. من نه، تو نه، وای نه. پس برای مبارک بادی کرده نفری در اومده است. الو، صبح بخیر سلیم. چی؟ کمال از بیمارخانه گریخته است؟ شد من در حال میایم. پسرم همراه میرویم. زودتر میرویم پدر جان. چیزی هم نخورده آقای خیردین.
سلام مامک. سلام دخترم. شیرین نیست مگر؟ برای خریداری به بازار رفت. یک دو چیز میگیرد. کی بر میگردد؟ والله تا خرید کردن و آمدنش بیگاه میشود. من اونقدر وقتی زیاد ندارم. خیلی شد رفتنش رو؟ نه کمی پیشتر رفت. این خیلی باشد میبینمش. رحمت نهاری میکردیم. شیرین چی میخوای از من؟ شیرین نیست. چرا مرا تعقیب داری؟ با استانبول برگرد. شیرین خواهش میکنم، مگر نمیبینی چقدر عاجز هستم؟ حقیقت رو تنها تو میدونی. خواهش میکنم یک روی نکن، نقل کن. این مراتب کمال مرا نمیبخشد و مرا میکشد. تا همه رو بفهم. دیگر مرا تعقیب مکن، به خانه‌ات برگرد. کمال آمده است. تو رو نبیند. هر دویمون رو میکشد. گریز رو به خانه‌ات برگرد. پروایی ندارم، به تو به هیچ کجا نمیروم. حقیقت رو تنها تو میدونی. مایلش تو خونه رو پنهان شو. من هم میایم. رو وگرنه دستگیر میشویم. رو اکنون رو. سلام علیکم آقای کمال. و علیکم السلام. کمال؟ کجا می روی؟ به بازار می روم. در خانه چیزی نمونده است. بیا همراه رویم. مرا دیدی حیرانم نشدی؟ فرید آمد در خانه است. برای همین مرا از او دور میکنی ها؟ بگو فرید آمد. آمده بود و بسیار خواهش التجا کرد که رفته همه حقیقت رو بگویم، اما من دخالت نمی کنم گفتم و روانش کردم. اگر دروغگویی دانکی این مراتبش که چشمت را نگاه نمی کنم. نه والله راست میگویم. بیا اکنون رویم تا برمیگردیم که شب میشم. نه به خانه می رویم. فردا بازاری میکنی. هر چی گویم همان رو میکنی. پیش درو پیش درو.
الو لبای منم کدام بانک برای کردیت چه خیل کردیت کدام کردیت با یاد آوردم تا شما کردیت میبرورید که ما کار ما رو حل کردیم دیگر کردیت نمیخواهیم مایلش با شما هم بروری کار والله نباید خانم شخصی بزرگید با دادی کلی نواتان چون خیزر در حال رسیدید کدام کلی؟ باز چی کردم؟ اگر میدونستم هرگز عمل نمی کردم همون کردیتی که نمیخواستی حاضر با بانک تلفن کرده میگویی که خطا شده است و کردیت رو طلب میکنی اطاعت سردار خانم یگان امر دیگر دارد؟ همون پول رو میخواهم اگر اون کردیت رو نگیری من هم با آقای خریدین همه چیز رو نقل میکنم تو دیوانه شده ای من با تو این خانه رو نمیدیم مادر چی کار کردید؟ اگر پدرم فهمد بیچاره دلش میزند آتش چی که بگویم همون رو میکنی وگرنه چی؟ ای احمق تو خودت رو کی میحسابی؟ این چه رفتار است که تو در این خانه میکنی؟ صد دهان و بینیت رو میشکنم دف شو از نظرم افتی خونوکت رو نبینم دف شو! این هم از چهارچوبه برآمد خوب شد که درس ادبش رو دادی مادر گرسنه هستی پسرم؟ شما چیکار کرده ای ساده؟ چی؟ مادر با غالب چرا همکاری کردید؟ چخیل همکاری پسرم چی هم میگویی؟ مادر خود را بنادانی نزنید به چشمم دیدم همه این ثبت ها در دست اوست هر کسی آن رو ثبت کرده است انشاءالله دستش میشکند مادر من ثبت کردم من تو؟ مرحمت تشکر اومده ایستود از پدر درد رو نبینید اکا تشکر نفهمیدم چی شده است چرا مرا برآوردند کمال از بیمارخانه گریخته است و همه عیبداری او تصدیق شد فریده برنگشت خبر ندارید نه پسرم خدایا نمیدونید که با کجای الپذری رفته است دههای چرکیش گفته بود خانم جانان با دستی خود با اتوبوس سوار کرده است پس این کمال با کجا رفته باشد آن پلید رو چگونه یابم اگر حاضر فهمیده باشد که ینگام نزد شیرین رفته است شاید با اونجا رفته باشد من باید درحال با آنجا روم یگان کاری نمانده است که من اینجا انجام دهم کاری هم نمانده است میتوانیم برویم شما رو تنها نمیگذارم یک جا میرویم پدر شما رو هم تو با خانه برم شما روید پسرانم من خودم چاره خودم رو میبینم برای کار با شما
پدرم در درون است. او رو نجات دید. نمیرم او رو نجات دید. نمیرم رو نجات دید. نمیرم در درون است. گفتم که شرمندگیش رو در رویش نشان میدیم. شرمندهش میکنم، زیر خاکش میکنم، زندانیش میکنم. ثبتش کردم. در نوار کی رو میبینم؟ ها؟ که با او همکاری میکند مادر جانم را. مادر چه خیلی جسارت کردید که از دشمن جانی پدرم پول گرفتید شما؟ ها؟ پسرم من چیکار کرده باشم برای شما کرد؟ ایماندید. قشاقی نبینید گفتم زیر یک بمب باشید. مگر آسان است 3 کودک رو کلان کردن؟ در دست درهمی نبود، چیز در دست نداشتم. ناچار بودم میفهمید؟ باری هم فکر کردید پدرم فهمد چی می شود؟ فکر کردم چندین سال است که کوشش آن را دارم که نشنود. از این سبب آن چی که این عجوزه در بالا بوده میگوید سرم را خم میکنم. بلا زند. عجوزه هم میداند. با آقای خیرین همش را میگویم گفتم من را میترسان. شرم نمیکند. کردیتی که برای فریده پرسیده بودیم همون رو میخواهد. تو ناآمده از بانک تلفن کردم. بانک کردیت رو آماده کرده است. این رو که شنید میگوید که همون پول رو به من ده. یاشار چیکار میکنه؟ خواهشای این تمام نمیشود. باید علاج کار رو یابیم. مادر من میدانم با عجوزه چیکار کنم. بلا سند چی گفته ایستادند؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. زود باشه یاری ده کمان خانه سوخته ایستاده است. کمان خانه سوخته ایستاده است. پدر دخترم پولیا پدر دخترم در کجا است؟ کمان خانه سوخته ایستاده است. پدر دخترم پولیا شیرین نیست. شیرین نیست. اینجا بیا. دخترم کمان دخترم در درون